اگه همیشه ترک خودارضایی برات یک چالش بزرگ بوده و همیشه خیلی قاطعانه تصمیم به ترک میگیری و شروع میکنی ولی به یک یا نهایت 2 هفته نکشیده شکست میخوری، بهت تبریک میگم چون جای درستی اومدی. ببینید رفقا، دلیل شکست خوردن هاتون کمبود انگیزه یا پایین بودن ارادتون نیستش، بلکه تنها دلیل شکست خوردن در ترک خودارضایی نداشتن یک استراتژی درست هستش. اجازه بدید خیلی سریع بهتون توضیح بدم که منظورم چی هستش. یه تحقیق خیلی معروف وجود داره که توسط یک روانشناس آمریکایی به اسم دکتر بروس الکساندر در دهه 70 میلادی انجام گرفته. این روانشناس 2 موش رو داخل قفس‌های مجزا به صورت تنها قرار داده و به جفتشون 2 بطری آب داد که یکی از بطری‌ها آب خالی بود اما دیگری آب ترکیب شده با کوکائین بودش. نتیجه به دست اومده از این تحقیق این بود که هر 2 موش تنها از آبی که دارای کوکائین بود استفاده کرده بودن تا وقتی که اووردوز کردن و مردن. اما این پایان ماجرا نبوده و در ادامه این دکتر همین تحقیق رو به شکل دیگری بازسازی کرد و اونم قرار دادن موش‌ها در یک قفس جدیدی بود که اسمش رو گذاشته بود پارک موش‌ها، که هم خیلی بزرگتر بود و هم پر شده بود از اسباب‌های بازی و مکان‌های خیلی راحت برای خوابیدن. اما علاوه بر این کارها مهمترین تغییر تحقیق دومش قرار دادن موش‌های بیشتر در کنار همدیگه بودش که بتونن با همدیگه در ارتباط باشن، بازی کنن و وقت بگذرونن. و در نهایت مثل سری پیش این بار هم 2 بطری آب متفاوت رو در اختیارشون قرار داد که یکی آب خالی و دیگری آغشته به کوکائین بود. و اما مسئله سورپرایز کننده این تحقیق نتیجه کاملا متفاوتش به نسبت تحقیق اول بود و اونم این بود که موش‌ها این بار ترجیح دادن که تماما از بطری آب خالی استفاده کنن و حتی یه دونه موش هم در تحقیق دوم نمرد و همگی زنده موندن. دکتر بروس چیزی که با انجام این تحقیقات تونست کشف کنه این بود که حیوانات فقط در شرایطی تن به اعتیاد میدن که نیازهای دیگهشون برطرف نشده و این مسئله در انسان هم دقیقاً به همین شکل هستش. امروز اکثر نیازهای ما انسان ها به طور کامل برطرف شده، دسترسی به سرپناه و آب و غذا فراهمه، دیگه لازم نیست نگران حملات حیوانات باشیم و از همه مهمتر پیدا کردن یه سرگرمی برای وقت گذروندن هستش که از همیشه راحت تر شده. چرا؟ چون ما اینترنت رو داریم. اما یه نیاز بزرگ که در حال حاضر بشریت از کمبودش داره رنج میبره تعامل انسانی با معنا هستش. طبق تحقیقاتی که در سال 2019 انجام گرفت معلوم شد که 25% از افراد میان سال حتی دارای یک دوست صمیمی و نزدیک هم نیستن و ماجرا حتی از این هم بدتر شد وقتی متوجه شدن که 1/3 از جمعیت دنیا به شدت درگیر تنهایی مطلق هستن. اگه تویی که داری این ویدیو رو میبینی هم خودت رو جز این 1/3 میبینی، پس یعنی تو هم دقیقاً مثل اون موش‌های تنها در قفس هستی و تن دادن به هر نوع اعتیادی برات خیلی ساده استش. چرا؟ چون نیازهای ارتباطی و تعامل با دیگر انسان‌ها رفع نشده و درگیر تنهایی و حس تو خالی بودن شدی. اما حالا سوال اصلی اینه که چاره چی هستش؟ تنها راه حل همیشگی و پایان دادن به این موضوع اینه که از قفست خارج بشی و بری به سمت پیدا کردن نسخه انسانی همون پارک موش‌ها که بهتون توضیحش رو دادم. و تنها راه انجام این کار هم اینه که از خونه بزنید بیرون و پا به جهان واقعی و خارج از فضای مجازی بذارید و شروع کنید به ساختن روابط با دیگر افراد، پیدا کردن دوستان واقعی و در نهایت شخصی که بتونید باهاش یک رابطه خیلی نزدیک و صمیمی رو تجربه کنید. اگه حاضر نیستی که این کار رو انجام بدی، پس بهت قول میدم که هیچ وقت هم نمیتونی اعتیاد به خودارضایی رو ترک بکنی. خیلی از افراد تصمیم به ترک خودارضایی میگیرن که بتونن مهارت‌های اجتماعیشون رو بهبود ببخشن و در نتیجه بتونن با جنس مخالف وارد رابطه بشن. اما مسئله مهمی که باید درکش کنید اینه که ترک خودارضایی به تنهایی برای رسیدن به این خواسته کافی نیستش. اصلی ترین دستاورد انجام ندادن خودارضایی انرژی بیشتر هستش. البته که موارد دیگه مثل بالا رفتن اعتماد به نفس، انگیزه و آرامش ذهنی و موارد مشابهی رو هم به همراه داره، اما اصلی ترین مزیتش که باید روش متمرکز باشید انرژی هستش. چیزی که باید ازش مطمئن بشید اینه که این منبع انرژی جدیدی که ترک خودارضایی برات فراهم کرده رو صرف ساختن عادت‌های
مثبت بکنی. این تنها راهی هستش که میتونه مهارت‌های ارتباطی و اجتماعیت رو بهتر بکنه. به طور مثال اگه تصمیم بگیری این انرژی رو صرف ساخت عادت به ورزش کردن و سالم غذا خوردن بکنی، قطعا در نتیجه شاهد تغییرات مثبت خیلی زیادی در بدنت خواهی شد که این موضوع هم باعث میشه تو جذابتر به نظر برسی و هم اعتماد به نفس بالاتری هم خواهی داشت و این مسیر تو رو برای پیدا کردن دوست و آشنایی با افراد دیگه خیلی راحت تر میکنه. یا حتی یه مثال دیگه هم اینه که این انرژی به دست اومده رو صرف یادگیری مهارت‌های جدید بکنی و بتونی تبدیل به یک شخص متخصص توی یک حرفه بشی که در نتیجه میتونه برات کلی دستاورد مثبت از جمله موفقیت‌های مالی داشته باشه که باز همین موضوع به داشتن روابط بیشتر با دیگر افراد ختم میشه. بنابراین با وجود این توضیحاتی که دادم باید متوجه این موضوع بشید که تنها استراتژی درست یا راه حل ترک همیشگی خودارضایی اینی که به محض شروع کردن به ترک خودارضایی از انرژی به دست اومدهش استفاده کنیم برای ساخت عادت‌هایی که شرایط ارتباطی و اجتماعیمون رو بهبود ببخشه و کمک کنه تبدیل به شخص بهتری بشیم که این کار باعث میشه نیاز تعامل انسانیمون برطرف بشه. وقتی شما احساس تنهایی نکنی، وقتی مثل اون موش‌های داخل پارک اطرافت پر بشه از افراد مختلف و کسی رو داشته باشی که بتونه نیاز جنسیت رو برطرف کنه و همچنین نیازهای عاطفیت رو، دیگه دلیلی هم وجود نخواهد داشت که بخوای خودارضایی کنی. این استراتژی بود که من تونستم با استفاده ازش برای همیشه از شر خودارضایی خلاص بشم و در حال حاضر بیشتر از 4 سال هست که حتی ذره‌ای هم بهش فکر نکردم چون دیگه نیازی بهش ندارم و تمامی نیازهام رو تونستم با عادت‌هایی که در ترک خودارضایی ساختم برطرف کنم. امیدوارم شما هم بتونید با استفاده از این استراتژی عادت‌های درستی رو در خودتون به وجود بیارید و برای همیشه خودارضایی رو کنار بذارید و بجاش یک زندگی خیلی بهتر و خوشحال‌تر رو تجربه کنید. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگه اینطور بوده لطفاً ویدیو رو لایک کنید و حتما برام کامنت بذارید تا با این کارتون کمک کنید ویدیو به دست افراد بیشتری برسه و ذهنیت و زندگی اونها هم دستخوش تغییرات مثبت بشه. و اگه دوست دارید بیشتر یاد بگیرید میتونید توی کانال سابسکرایب کنید و از بین 2 ویدیویی که روی صفحه به نمایش در میان یکی رو تماشا کنید. تا ویدیوهای بعدی بدرود.